در خدمت اساتید پیشکسوتان گرانقدر ایران و میادین بین‌المللی هستیم. پیشکسوت ورزش‌های رزمی، هنرهای رزمی در رشته تکواندو و کاراته حضرت آیت الله دکتر مجید شالچی که در سالیان پیش در قسمت هیئت رئیسه ما بودند، هستند و همیشه باعث افتخار ما بودند. ایشون بیش از 40 کتاب نوشتند و جزء مفاخر خوب کشورمون هستند. امروز به عنوان عضو شورای عالی ارشد هیئت رئیسه، عضو شورای عالی ارشد روحانیت و عضو شورای عالی ارشد کمیته سیاستگذاری و عضو شورای عالی ارشد کمیته فنی در بخش هنرهای رزمی و ورزش‌های رزمی در ورزش‌های جهانی همگانی تافیسا و کنفدراسیون و فدراسیون‌های چند جانبه ایمار اسپورت، تافیسا، کیکو و استریت فایتر احکامشون رو به وسیله برادران و پیشکسوتان بزرگ ایران، برادران عزیزم، اساتید مهندس، جناب استاد گرام مستر غلامرضا ملکان تقدیم میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر مجید شالچی. آقا زحمت حکم آقا رو بکشید. استاد شما مبارکتون باشه. قربونت بشم آقا، مبارکتون باشه. یک به یک حکم رو تقدیم کنید. مبارکی شما، سلامتی. قربونتون بشم. بله ایشون هم تقدیم کنن. بله با افتخار. دست شما در با افتخار تقدیم کنن. مبارکتون باشه آقا. این حکمم نشون بدید رو به دوربین. ممنونم از شما. مبارکتون آقا. این احکامی که مبارکتون باشه. قربونت بشم. من آقا من خواهشی که دارم بذارید رو میز، جسارت میکنم، ببخشید جناب دکتر آیت الله شالچی عزیز، خواهشی که دارم برای کشور خوبمون ایران، برای جامعه ورزش هست صحبتی دارید در خدمتتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یکی از ایام اللهی بود که بنده خدمت استاد و معلم و سید و سالار رزمکاران کشور آقای دکتر حمید قلیزاده بودم و سالیان سال ایشونو میشناسم و در بحث ترویج ورزش و مخصوصا ورزش های رزمی بسیار خون دلهای فراوان خوردن و مجموعه عظیم بین المللی رو ایشون دارن مدیریت میکنن و واقعا بر مسئولین هستش که قدرشناس ایشون باشن و از فرصت‌های موجود و امکانات و تفکرات و ایده‌های شایسته و نابی که در بحث ترویج ورزش‌ها عمومی و مخصوصا ورزش‌های رزمی دارن کماف سابق و بیش از پیش استفاده کنن که انشالله تا اونجایی که بنده اطلاع دارم خبرهای خوشی در راه هست که به زودی زود در کانال و سایت خود تافیسا منتشر خواهد شد و خبرهای خوب انشالله به دست عزیزان خواهد رسید. امیدواریم روزی بشود که سایه جنگ از سر مردم غزه و لبنان و تمام مظلومان جهان برداشته شود و جشن شادی برای نابودی اسرائیل و نابودی صهیونیسم در منطقه و برقراری و نماز فتح و نصرت رو به امامت حضرت آقا اقامه کنیم. و السلام علی من اتبع الهدی. کتابی هست از یکی از حدود 45 آثاری که بنده تا الان نوشتم به رسم ادب و یادبود که به نام سیره فرزانگان هست. با افتخار تقدیم استاد و گرام ناصر جناب آقای دکتر قلیزاده تقدیم میکنم. یکی از این بحثایی که تو این کتاب آمده شرح حال پدر بزرگ بنده است که یکی از فرزانگان و عرفایی بودن که دست اعظم برزتون شفا داشتن. شرح حالشون اینجا نوشته شده و بعد از 5 سال بعد از فوت پدر و مادر من همه متوجه شدن که پدر بزرگ ما دارای چنین مقامی بودن. ایشون حدود
102 سال عمر کردن و حدود 80 سال پیش مترجم زبان فرانسه بودن و خطشون دستخط زبان فرانسه شون اینجا هست. حالا از پدر بزرگ من به بچه من رسیده که به نام استاد مصطفی شالچی، یکی از 10 استاد برتر کشور در زمان برای تدریس زبان فرانسه هستش که در کشور و دنیا شناخته شده است. با افتخار اینو تقدیم میکنم آقای دکتر. و یک نامه هستش که ارزم به حضورتون به عنوان یاد بود ممنون شما. در اینجا نوشته شده که یه نسخه‌ش از اونجا بله مشاور حضرت عالی هستم با افتخار. قربونتون بشم. من یا علی مدد دست شما رو میبوسم. ممنونم. کتاب به نام سیره فرزانگان، گزیده‌ای از حکایات، مواعظ، لطایف، نفایس، نوادر، نصایح، فواید و روایات دکتر مجید شالچی گرانقدر که امروز قسمت ما شد که حتما انشاءالله موزه جهان اسلام راه اندازی بشه. عزیزان خیلی از بزرگواران دارن زحمت میکشن. من ممنونم از حضرت آیت الله دکتر شالچی گرانقدر، از خوبان کشورمون که واقعا برای کشور زحمت کشیدن و به امید خدا زمانی که بتونیم موزه جهان اسلام رو راه اندازی کنیم به صورت کاملا رسمی، از این کتاب به عنوان یادگار در اون موزه از سر پاچه ها قرار خواهد گرفت. استاد بزرگ گراماستر غلامرضا ملکان، اگر صحبتی دارید ما شما یا برادرتون در خدمتتون هستیم. منم خوشحال شدم که امروز در خدمت حاجی آقا شالچی بودیم. بعد از سالیان دراز ما همدیگر ملاقات کردیم اینجا. خیلی خوشحالم و من تبریک میگم که در این چندین ساله پله‌های ترقی رو خیلی خوب بالا رفتی و لیاقتش رو داشتی. آقای دکتر شالچی که من خیلی سال بود ایشون رو زیارت نکردم. خیلی خوشحال شدم که بازم اینجا من در پیش آقای دکتر قلیزاده ملاقات کردیم همدیگر رو. جای خیلی خوب و جای خیلی ما چون میادگارمون جایگاهمون چون ورزشکار هستیم جای با عبادت و جای نورانی رو توی باشگاه و محفل‌هایی میدونیم که حرف از ورزش بزنن. اونجا برای خود یه عبادتگاه خیلی خوب بزرگ میدیم که اینجا ما دیدیم شما رو ملاقات کردیم. خوشحالم، موفق باشید. من آرزوی سعادتمندی و ارتقا روزافزون شما رو دارم. حق نگهدارتون. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر قلیزاده که واقعا در همه جا حامی همه بچه‌ها هستن. من تشکر و ممنونم از ریاست سازمان جهانی جیتکواندو و سبک جهانی جیتکواندو در ایران و جهان، جناب مهندس گراماستر غلامرضا ملکان برادر عزیزشون و همچنین عزیزمون شاگردشون که در بیت المولا در خدمت